های ولنگ ولنگ های ولنگ های امان ناز دلبر بلبل مسیار یار های آقا جان خدا مبارک کنه. بخور لک و شهسته داره و میره غمسر خالی بیچاری شیره ملیدی پولکایت بستونیم انال غلام دیونه بچی و خود خوشی بیچاری تو انال بی سرنوشت بموندم. انال جا و مسکانی ندارن گیلک. بگو براجو چی کی؟ امیر بگی دست خود کی؟ بگو خوشی خوشی به درک دیلال هسته رو رفته بابا را 10 تومانی مر جمع کنه 50-60 تومانی مر جمع کنه. خیر بینید امیده که به درک دی انال پولکای رخ بده گیلک لک و شهسته داره که تو پیار تو بستونیم ادیو قرار کدن بونا کار بده. آها بزرگ دختر دیگه خواهم که بداده. چی داده؟ هیچی نداده گیلک رد دیگه پار یلکو برو لک و شهسته داره بیا لک و شهسته داره بیاری گیلک. با تو چی رفته داره؟ چه خالی بله غلام هم گو اختیار آموتون به دست تو و چه خاله برو پولکا مار بستو. اصلا که جی غلام خود کلگ از نخو چی میفهمه که با آموتان بشی؟ نه غلام خر دو جا سیوا کردن میتونه. رد دیگه پا مفته یلکو رد دیگه پار یلکو میگو منیتی که خوشوخ به در که دیانال همون چریبکی هم که داره بدی که اونا حداقل به خود چیز نیدی به سرم کنم یعنی معامله چیزی بکنم. اینا پارسالکا بحث کردم پولار بدادم اما حال ما پولار خرج شده بودم. اونا که به تو میراث ندادن که تو اینجا اونا رو خرج کرده بشی گیلک به خوبی میدی پولا اینا ایتا نمیشه برا. تو کلون گلهی؟ من کلون اینایو من همه کارهیو ارباب محل؟ من ارباب محلو. ارباب خشومنی؟ خالی منه اون غلام دیونه هم که به چه خالی منه. حالا تو میگی که برام جمع کنون خب برای شوهر بگیره. خالی ما 4 روز دیگه زنده باشی یا نه میموره میره برای کار خود کی باید بسونه پیزاله. خب برای بماره که غلام هم فارغ شما هم فارغ کن. گیلک پیار تو کجایی؟ کی؟ پیار تو پیار من همیشه منو به سراب برین جلوش. کجا جلوشی؟ برین تو پیار تو رو میجوگا فرشی رد میکنو پولاره چه ما میستونو برین براره من برین. اختیار من به دست منو برای جو برین جلوش. برو پیش بابا. تو هم برین. خب تو برو دیگه. خب بیا تو هم برین. تو که میری ما پیار من فرشی میکنی یا پیار من به زیامه. خب بیا بریم مردود تو شما. من طاقت لعت دارم. نه نداری بیا خب بریم تو هم باش اصلا. برو اونه بابا. تو دومدی. باشه دومد. بیا بریم که بدی پولا بسر مونه. پولا چه بدم مولار میراث دختر خود داده. نه کوهدی نه میراث به گونیا میده نه خودی نایه باشه که بمونه خالی به با اونا رو شما میراث ها رو سرخو بخش کنیم. نه خوب تو نباید بیا تو کجای سرقیه سارا اولان من حالی برون خودی پیار تو گفت میزن که گیره پیار من نازینی که جوونه خوبه. حالی من میرون خودی پیاری بمونه روز گفت میزن. گردنم بند باشه یه چک و شوکی به کجیریه که برای پیار ما چپا کنه سلت کنه. من میگم لادری الان ندم برم حداقل از ام سنگ کلوخات دور بزنم اگه پیار ما چپا کنه. محکم کنم کمر رو. من پینک کجی بخوری به دیگه جا اگه بخوری تو رو از سر خو بالا میکنه میزنه به زمین که پوله شی.
گیلک گفتم اینو بگی بیا خودم روزا سوی چطور میشه اصلا خیال نمیگه که این پیار من تو شون جیسه میگوش سلام علیکم. و علیکم. مونده نباشی. زنده باشین. چی حال احوال داری؟ شکریت الحمدلله. سلامت باشی. شوی میکنی؟ بلیو. راست شوی کنی دل کنی 5 دقیقه به گپام توجه کنی. شما به شما چی میگم؟ چی بگی؟ مامان رو جان معامله خاله من چیکار میشه دیگه؟ همین پولایی که بستنده شما و گیلک معامله 1,60,000 معامله خاله تو؟ ها خاله تو اینو میراث دختر خدا داد بیا خوب بگذار تو چی کاره ای؟ مامان رو ما شما او هفته هم جنجال کردیم هر دفعه نمیشه که من بیام خود شما اینجا کلاب بسه اون رو پیارمه همین 1,60,000 که ادمی خاله من و ادمی غلام به چیونه همین کار بدیم برای اینا رد از این کارا ریاله کنیم هم اونا رو از سراغ رو بدر کردیم هم پولای اینا نمیدیم کجی جو سایکو برارمه اونا سرسایب ندارم از خود که تو بیام اینجا بس اونا مامان من سرسایب خونه استاد کردم چکار کردم؟ من سرسایب خود استاد کردم کلون خود استاد کردم همه کار اختیار هم خواستم بدادم دستمه پولای اینا رو هم من نقل میکنم مامان رو خوبی چی داره؟ پیار خوب بگردم کجی جو او رو دم با تو بگفتم حالا کم با تو میگم پیار او اپ میگم او هفتم با تو بگفتم حالا کم با تو میگم اینا میراث دختر اینه با دختر خود داده پیار خوب بگردم تاقیان خود خوشو بچه خود جمع کردم نمیتونم ماما یک لقمه نونی ندارم بخورم اونا میراث چی دارم که بدم؟ در تا جون من بخورم که ندارم اونا من چیه؟ نمیداد به دختر خود میراث یه گپا شما نمیزنی مامان رود ایت کاکا نمیشه ایت نه رای نیه ایت زندگی نیه ایت راوچاری نیه که شما بگی ندارم شما اونا رو بدن نمیکردی میگم یک چیز بکنم هم 5 سال تو جمع کردی نه هیچی جمع نکردی جمع نکردم کیسی خو کاکا خوردم گپ مفت نزن بسیر کاکا گیلک به چی دوماد اینا شده چی؟ گیلک چی دوماد اینا شده ایتم را نداره دیگه خوردادم پیشکش به چی خوردادم کاکا بدادیم یک زمانی بدادیم حال مامان رو لک شد گپ مفت بسیار من خوش ندارم گپ مفت میفهمی کجی جان با بیلا گردن و من نونه مرگ کجیر وقتی پیار من نزنه کجیره پیار من نزنه که گناه داره او جوونه دل به دنیا داره جوونه مرد پیار من نزنه چخه کجیر پیار من دل به دنیا داره جوونه نزنه پیار من تو برو جمع کن جمع میکنو برو جمع کن جمع میکنو کاکا پولای بیاریم بدیم به این رقم زندگی نمیشه که یک لیپا نمیدم غلام به چی و کسادیه خوشو گیلک هم که حال چی بکن زن کلونی اونم پولای بستونیم حالی اونا دیفا درسته یلا دادی یا چیکار کن با دوباره بیارم جمع کن 10 سال دیگه جمع کن ماما نوروز بیاریم نکنیم به برو نره برو کاکا برات کار خوب برو با کجا برو پولای بدیم ماما نوروز به این رقم کاکا نمیشه خدای تو هم برای تو تقال سرشون هست که خودتو کیف کنی برو دیگه آدم کلونی ماما نوروزی ترام شما بروی هردو دیده مدعا ایته دیگه من خودی شما به چی روان گرده رو هیچ روان گرد زده نمیتونی یعنی من کمیش که پولای ناغورتا پر بخوری خوشی بچه اینا به دختر خو میراث داده بگم میفهم یا نه کاکا خودی نه گشنگی شونه سر و نخزن میراث چی دارم که به گیلک بدم من بگو کلی سر بخزم لا بلا من با گیلش دادم و افتادم برو لالا برو برای کار خود ما کار غریبی هم ننده برو برای کار خود بیاین بری خودم جلو مامان رو میرم از شما عرض میکنم چوها طرف تو قبله ایت به ایالت نمیشه شما وقتی که پولا ندیم من مجبور به هر دره بزنم برو به هر 4 طرف تو قبله هر کار می بکن خود سیه برو سیه من نفهم خودی شما ایت لالا را نداره هر کار می بکن او خاله مهیت بیشتر صاحب در شده که میراث صاحب بخوریم بله یا گپ مفت نزن خود اگو جب قطع خو فقط آدم ور افتاده با سر از اینا که ای با کلون خود استاد کردم که فقط میگی که اینجا من اینجا وطن لکم شوی روز مگه غلام و مادر مگه سر جمع کنم
برای کوکا برات کار خوری من مزدور شما نیم سال بام 12 جگر مکنده از کنی حالت کروی سه میکنی سا که من غلام و مادر جمع کنم بابا ها بابا بیا اینجا گایم بیا بابا برف تو دیگه کرم بدیدم من روز دارم بدیدم هر دو طور بدیدم خب پیار رو بچه هم میتدم میگرم که طلبگار هم هستم بابا گردن من بند باشه اگه دروغ بگم هیچی به گردن نگیرتم گفتم یک دینار یک شمده یک قرار نمیدیم چرا دو بر شما قبل دست شما آزاد یعنی گفتم نمیدیم ها اگه به دهن از اینا بود اگه ندم چی بگم بابا خوشلو چی منه مشته نمیتونم من قضیر بستونو همه گیر میده به اون دیوانه دومات خو میده میگه گیلک میگه میراثا بیدی میراثا دختری بیده حالی داده ما اونا رو خرج کردیم کوکا نمیدیم ما اون روز اینجوگایی که میگه هر کدوم اینا به لاله گپ میزنن هیچ کدوم هم گردن خوشلو چی یک دختر داشته که میراث به یک دختر خود داده نه ها تو دختر دیگه هم کدار نداره اگه میداد چرا بازی که دیگه نمیداد چی خبر دارم اونو هم میته فکر میکنم بابا جان این کار جدی بگیر که با ما و شما یک چیزی میچسبه نه چیز بابا بیاین برای خودی شما عرض کنی چه کنی میدم یا نمیدم به این رقمم بود شده بابا اگه شما بری اجازه ندیم من میرم از اینا قراری کرده عرض میکنم پول کار از اونا نخ میکنم سکو بابا عرض فایده نداره یک کار کن همین تا هر دم عرض به پیش اینا برو که اینا مجبور شم آخر پولار بدم بابا گیلک اصلا نمیگی خودی و گم میگیری خیال میکنی خودی دیوار گم میگیری او که اصلا خیال از اینی عقل کامل همون نداره از اون گلی هم نه پیاری هم که از اون مفکرتر این دنبو شده چه کار کنیم مالی میگی؟ به چی میفهمید شما یک رای بدید من میگم یک کار دیگه کنم همین بچه خوشلوچی همین غلامه همین بیشتر از این پیش کنم که خان از اینا رو فشار بگیره بابا دم غلام دیونه کسی ماش میگی نمیکنه گپ ما و شما قبول نکنم گپ غلام قبول میکنم که گیلک در شماره دیونه تره حال مامان نوروز به کجا بوده؟ مامان نوروز سرزمینا خوبی ده شوی میکرد باشه من میرم پیش مامان نوروز میرم بری من ایتا نمیشه من اینا رو به زیر قمیاله نمیکنم بفهمیدی اینا رو به زیر قمیاله این نمیکنم غلام و این خالی میکنید بیسر نوشتن فلانی چه کاشه حالا که به خونه دومات خونه دیگه چند شای اینجا بسته که با چند شای ما میاریم به خونه خود خوبه بفهمیدی چند شای با ما میاریم خوشیه تمیری بابا من یالا نمیدونم نه بابا اگه یالا کنی با ما گیر ما و شما چیزی نمیفته که هیچی گردن پنجی پی با ما و شما نمیرسه پنجی همین تا جدی میگیریم که آخر اینا مجبور شم پولار بدم حالا فخ داره کنیم بابا یک فکری بر میدانیم این رقم نمیشه باشه ما میرم پیش مامان نوروز میرم برو تو ما تا سرای چه کاری میرم من به زیر قمیاله نمیکنم که اینا پول مفتر قرار کرده و خبرم خرج کنم مصرف کنم اما اینجا بیایم تا باشون هذا مقال شنو؟ چنجوره بگین تو نوشاکی جان تو نگو یک سواله همین پیر بچه چیه که آدم میان به پیش میان میگن تو لق و 60,000 بدی و زکات و فلان چی رقم؟ کدی پیر بچه؟ همین نورالله و کجی نورالله و کجی؟ نورالله مرم بدید دیرو بیدگاه به من میگه که بالک مادر و غلام گیلک ناصرا خو بیری کردم چه کار میشه دیگه این معامله از اینا برار تو عباس اینا جمع میکنه نمیکنه پولر مامان روز من روبروی شما نگم پولر شما خوردیم لک و 60,000 با اونا حال بیرو کردنی که بشدن بفتن به خان بلار مه او پولا که خوشو گیلک که داده بود دختر خو میراث داده میراث داده بود دختر خو میراث؟ لک و 60,000 به دختر خو میراث داده؟ میراث داده زن برار عباس با دختران داری بیده که بزی دختر خود داری به نداده چی خبر؟ یکه دختر عروس شما دختر خودسی بیده نمیدونم شاید به زن برات هم بداده باشه کی داده داری به نداده همون لک و 60,000 زمینی نبید که همه شما استونه قرطه پت کردیم بخوردیم باز حال با اونا که بانگه نداشتن که با پول دگم با به زن برار مبدم حالا اینا چه کاری هم کردم؟ حالی نه
نورالله هم خوشلوچینه، اونا که یک بچه داره غلام ساده میگه آدم اشیار پیداش از حق دفاع کنه. من که از اونا هیچ کاریم خوشو برار میشه و من هیچ ربطی نداره که من بگم از حق اینا دفاع کنم. به برار گفتم تو کار نداری، تو به هیچ کار نداری. گفتم تو فقط یک هفته در روز یک ماه اینا جمع کن، بعد را خور بگیر برو برات کار کن. بس اینا بگو دیگه جمع با شما هست. او خیر باشه. شما چه کار کردین؟ معامله با الله فصل کردین خود اینا؟ من نمیدونم پول میراث داده و دختر خب من پول میدونم نمیدونم. شما بیا چه شما بیا توی معامله روز نه. بقصدی و نباشی من خدا خب ماستین که تو پولا بگیر شما بیایه. بفهمید تو پول خوردن نداره. چرا نداره؟ من در نوش جان میکنم. خوب نوش جان کنه. گردو گل گردو به خدا جان، دختر وال بردو به خدا جان. گردو گل گردو به خدا جان، دختر وال بردو به خدا جان. پولا مال مردم خدا جان. گردو گل گردو به خدا جان، دختر وال بردو به خدا جان. گردو گل گردو به خدا جان، پولا مال مردم خدا جان. گیلک اشتری گیلک خوبی سلامت جا جوره چی حال اول داری؟ بگو فهمی چه سبک واره که تو چیش داری؟ نمیز غری کبیر همی یک دونه یک دهی بیستی دیگه من خدای ما بداد که با خود چیز بخور میدم تو بخورم. نانی بگفتم از بیته که ما را از سراخو بیرو کردی بفهمیدی؟ 1,60,000 کیتی یک نیمک کمتر باشه گفتک پولا رسیلی برد اگیلک گفتک پولا بست. کی گفت؟ نه به تو دینی اشیاری به من از تو خیلی اشیارتر رو. نه بابا آه چند فیصد؟ به فیصد نمیفهم به فیصد نمیفهم چند فیصد. نه بگم نه تو روز اول که پولا رو بخش که خب پولا حال لکه خلاص شده خب حالا این کجیر برفت اویدم ما 1 ساعت 1.5 ساعت پیش. خب من از اینجا راه داری بگرفتم برای که پیار من بزنه. تو بگو فکر نمی کنی جوان دل به دنیا داره بگو یک کجیر زکو یک کجیر بگو تو رو به می کوش کنارا گیر نکنم ای تو بگو تو چلاق جون تو میکنم امی تا کلوخ ولدشون که بزنم من فرق سر کجیر بگفتم که نمیشه. یک چیز به تو بگو گیلک خب درست تو دوات بدی ولی و بچه خاله بره مرکلو خواستاز کرو یک تربو از بوی کم نشه و واکو دل بند تربی دازم تو مفلزه بشی گیلک واکم جو تو تاجو قال خود ببین یک دادی تو نباشه تو رو میگه فرش زمین میکنه که مثل مرغ بره بگی کت من با واکو به حساب که تو دوات بری تو پولار به دادی خدا دی یا با من کی پولا من رو نانه بدادم خود چی فرق میکنه تو نانی تو ما بدادم بر شما که پولا بدادم به شما که ما جمع کنه تو جمع کنم البته تو چی مدر منی نه خصوصی بری تو رو هر کمی بشی حالا اگه بگه پا با نمیفهم نانه بگفته اگه تی یک دوی کمتر بوده بخوره نمیایی یا پولا رو میدی یا تو رو فرش زمین بکن. غلام دیونه گوش که من با چه میگم من حساب ندارم من بیا از این حساب من میروز شرطیه نانه تو بروز 2.5 چلیم میکشه تنبکو خب فهمیدی به هفته 1 چلیمی خراب میکنه خیلی بری تو همین جگاه بیا میده برادر که تو زن گپ و مفت میزنی خود بگیر برو نگاه کن دوبار جو اصلا شما ای برجو بارو برجو همین تکه ما را خونه بیرو کنی از میجی گوره چه زنبه گفته باجی آقامه نورالله بگو گفته اگه یک دوی شما نبگذاره پای باش تمام پولات رو که محضور رو بسترم تو از این بعد خود از رو که طرفی فهمیدی بشی دوبار بشی که اصاب خراب بشه واخه دگه بشه که تو نبیدی قرار خود بیرو باده برو از این بعد خود دوبار دگه رنگ تو نانی تو نمان ببینم غلام دیونه برو بناره خوب بگو برو بگو دومات شادومات گوله تو گفته تو رنگ تو نمان ببینم بگو گفته رنگ تو تخت خود بیام دیگه دراش کشیدی با تو هر چی دیدی خود دیدی فهمیدی
خود باجی آقا به عزیبت طرفی عزیبت خود باجی آقا به طرفی باجی آقا با بچه خاله برفت ماما خوب شما رو بدیدم داری ماما خوبه شکر فرد خود شما جاره شکر الحمدلله زنده باشی بگو ماما جون بگی سعی کنیم شما من همین پولکا خورد و دادم به دست شما گفتم اینا به دست شما باشه بگو بله شما میلا که 60,000 که به دختر خود میراث داده بله حال باید چی گپ بگم خستی کجیر ری میکنی یک دم غلام ری میکنی یک دم نورالله ری میکنی پیش من چی گپه سعی کنیم برا رو خوب بگردم بگی. من روز اول کمی پولار به دست شما دادم که ما و بچیم از شما جمع کنیم پولار که گستوندیم یک هفته دو هفته ما جمع کردیم باز همون از سراغ خوردیم بدر کردیم ما به کجا بریم میبینیم جایی نداریم خونی نداریم ما به کجا بریم یعنی من میتونم سال به 12 ما شما جمع کنم وقتی که پولار بستونیم می فکر میکردیم که ما مثلا اون پول که تو به دختر خود میراث دادی میراث چی داده بودم اونا رو داده بودم که ما جمع بکردیم شما من نگفتم که اونا میراث حالا ما به کجا بریم خب برو شیکو تغییر کنم تو که خب من چه غلام چه کار کنم اختیار خود دارم چی کار دارم خب من که برای یک پیرمردی میگردم هم دندون خود ما باشه دیگه من چه کار کنم به چه قانونی دارم من کی میستانم ولی من چی کار دارم مادر خب بگو من چی کار دارم دی کارو هیچ گپ همینه پول کامر پس اصلا یک ریپا نمیدم ایسته نمیدم من چه خبری خودم بخوردم ولی بیام میگم پولامر بده یاره دیگه من پول شما کی خوردم قدر خوری خنده مندازه ای که تو جمع کردم مدت هم وقت تو غلام دیوانه جمع کردم هنوزم بدم دستشو نمیاد یعنی من میچم وقتی که ما جمع کردیم پولام خلاص شد با تو پول دادی به دختر خود میراث دادی نمیشه بزی گپ برار خوبه که من نمیفهم پول کامر تیار میکنم اصلا یک ریپا ما نمیدم نمیده نه من میرم دست شما برو از تو 4 سال نمیشه بزیر کم شما از که پول من خود بگو چی گپ کرده آدم یا به پیش میاد خب دوماد من حق داره هیچ حق نداره برو دوماد اندرتونه باشه که دوماد اندر منه بچه من کستادی نمیفهمم دوماد به کوشیاریه پولامو بگیره بده خیلی هوشیاره نیه گپ مفت میزنه این دوماد با کی تو سلام علیکم اشتباه بزن جا خوب است خیلی سلامتی خوشحالی بخیری دیگه چی بخور نه با مال یک خوردو یک بیستی خدا بیارس بیاره بابا داد نگو یا این معامله شما دیگه چیکار میشه خود معامله این معامله پولا خوردن پولا شما را از سرا ویدیو که گیلک ما دیگه همیشه داره و داره ایرون سرگردون دم خونه دومادا مامان امروز من بدید میگه که حالا با نورالله و کجیر آمدن برات پولا از این اکثرش و روزان مقصد راست بگه من به خود یک کلون انتخاب کردم چه کلونه؟ کلون انتخاب کردم و هم کجیره کلونه کجیر او دیگه گفت تو دیگه کار نداری غلام بچه خاله برای دیگه تو خبر داری میفهم گو غلامی که از لک و 60,000 تا 160 به کم نمیده همه پول تو گفت نقد بکن من مامان امروز بدیدم گفته این پولای مسلمانا رو بدن گفت پول چیه اونا میراثا دختر خود داده میراثا دختر خود گفتم اگه میراثی بوده چرا به زن بران عباس ندادن یک به زود دختر داده راست بگی گفت بدادن یک ریپر نمیدم چه کار کنم اگه نداد بفهمو که گیلک برده جا تو دیونی هستی منتها رگ دیونگی نداری همین رگ دیونگی به تا سر تو یک دفعه حساب تو دزدنه برو میتو جندا به سر تو ریزه برو به در سرای اینا سنگ و چور ورد بزه به در و دیوال اینا استاوزیار خور با عالم کو رد میگن هانی دیونه روی دادم و دست چوی دادم باش که پولا از اینا پس به دستمال بسته کرده بودم یعنی بگی کارا بکنم فقط در و دیوال سر و کله به زونا نگاه ندار گو گوسپند و در و باغ و باغچه دیونگی دیگر اثبات کو دیونگی کرو حال دیونگی خور اثبات واگه دابه واسه گیلک بگو اگه تو دیونه ای من 10 برابر از تو دیونه تر آفرین راست بگی حالا من میفهمی چه کارا نمیکنم چرا مختار ازی بگم ابی سنگار بذارم یک دعوی میره خوراک با کله خود در میکنم دیگه کی نمیخوره پیرک نه دل کله بیری نمیکنه خوار تو در سرا بفهمیدی دل جمع باش اصلا مامان امروز به تا زمینا میبینی میته سنگ و اینا رو عمل برات بزه که
الستو بعضا یعنی گپ را خوب گفتی بیت کار میکنم اگر دیدم به همون کلون به کلونتری نکنی این کار میکنم کلون تو بچه نادونی او میتونه کلونتری کرده او به یک لغن 3 متر رو بر میپرونه برو کاکا خود تو دیونگی خود اثبات کدگه و تو بگفتم اگه گیلک دیونی تا هم خسوربری و تا از او دیونه تاری پس چرا تو غلام دیونه میگم دیگه غلام 160 1,60,000 روپیه پول میفهمی عمر خورد تو مادر خود تو بخوریم بس راست میگی خوب گپ گفتی انوال به خیر کشی پوچوار دار بذارم مامان نوروز به هر جا بشیش تو گفتم من 4-5 سال اونا جمع کردم به هر جا که نشیش تا خط کرده که برادر ما غلام مادر 4-5 سال جمع کردم 4-5 مادر تو مشت پیزال تام ساده که حداقل هر تو هم یک خر علف به سر تو درو میکردن نمیکردن او اکر تاشو به سر و کار بکنم او دری به جنب بود درو کوری به جنب بود پیاز چینی به جنب بود همه کارا به جنب بود تو دیونه هم با هم افتاده بودیم راست بگی رو تاشو هم برگی لنگ به کلگی بزن دومات من تو یک چیزی به تو بگم تا خود تو کله خور به کار ناندازی پول خور اقدام نکنی کس غلام جو پول تور نمیده ماما نوروز ایت خوب ایت فکر کو که چی به تو بگم به قبرکان پیار خو پول نمیده راست بگی حالا با سگ کجا پیدا کنم همه کوچاک من میگم من دیونه تو از من دیونه استی که غلام دیونه اسم تو ندگه خیر بیری نماز جو از بگی شروع کنم از اینجا آره فقط به پینک گیلک به پینک ماما نوروز آفرین به در دیوار و هر جا که برابر میشه باب در سرای نمیته بزنه که من همو اندازه 2 لک برم با خود دره بخرم خیر بینی بیا از یوی در سرای هم به نمکی بده در سرای نکاسی بعده ریپه نمایه خیر بیری سلامت بشی خیر بیری برای که از بیجگاه با خود سنجب کردن میرون دیگه چی پل زمین؟ او اکو در برای نمیکنم خلاص نمیشه باشه برای باجی آقا خواهد یک گفته بکنم سلام علیکم علیکم دور باشه باجی آقا به دیگه پای خیلی خود نباشه خوبه سلامتی بیای بیا ما دو پیالگی رختونده باجی آقا مست مونده شدم آخه من از صبح سکه یلست داره میکنم ما گفتم باید یک کربا رختونده بله ما مده نباشه شترم دیگه دیگه پای اشتر مدارت اینو خوبه شکر من دیگه الان تصمیم خور بگرفتم دیگه باجی آقا دیدم دیگه شما با یک کلوتری درستوی نکردی ما چه کار میکردیم تو این فهمه رمضان رو دیدم گفت رمضان گفت اگه تو واقعا بفهم مردی میتونی پولا خود نخ کنی رمضان رو دیدم بفهمیدی گفت اگه بفهم واقعا تو مردی به حق خوربوس داری برو خود تو دست بکار شو هیچ کس به درد تو رو بخوره هر حالا میفهمی چیکار کردم ما با درد نمیخوریم دو مرد بسه کنی اینو هم سگ اینا خورده کتاترا پیدا میکردی خب که لااقل به هر جا اینا خاطر چی بدشتی اینا ورنش تو که برو با در سرا دوبات خو گیلک خب همین تا در سرای را سنگ بارو کنو تا به نشم پولا آبدم اگه کاکا نوروز هم چند بفتا نمیته سنگ وار بکنه با پیرکیو اینا خورده کتاترا میورده که هر پینا کرمیش کس وام کس برقصاره اینا که بسینی پول نمیدم دیگه راست بگه یعنی خوب گپی ها رمضان خوب گپ بگفت درسته بیشترین گپ بگو رمضان دوست تو بید که به تو یاد داد راست بگه من به تو میگم همین کارو بکن واخش بسوق خلا دو قدیم گفتم صبر پوپی بگوارو که شوی در اول رخت داد دیگه چون من خو مونده ام برو بگم زید یخ کنه خاطره واخش بسوق بعد اگه چای تیرو برو که بعد پولا دق کرو درسته نکو به تو چی میگم بگه ایت یک پنجی خیلی یا کمه یک پنجیر به زینا یلا نکنه مادر بچه اب یک آقایی من به پشت شما استادم یک خدمت بکنه برای چه کار کنم شما او بچه خو کدیره بگه خدا بره باز هر چی نکنو از ما با غیرت تره ما دو نفره بریم اگه بشه یک دم بر چپه کنه بده و شبیه دم سر شما رو خبر کن ما به پشت شما استادم هیچ کس به شما کاری نداره کدیره برو ول خدا فقط شما ادعا خو بکنین که می پول شما برسه شما چی کار دارین دستوندن به جمع خوبه یعنی برو کدیره برو بچه من آورد خدا یک دومن از اون سگ بکن دومن رو هم سگ شد دو دومنه پیاله چای خو بخور نه با گم کنه داغ باشه گوشت دیگه بخور بگو داش پلا داره نه برو داش من دیگه چیکار کنم تا زمین داش من پیدا اوه چه برفت کار داره نه پس دیگه شما در جمع باش اگه بدی دومن سنگ تو دیدی در سرا خوروان نکردم یا جواب تو ندادم دومن دیگه خور با پرکو بزن دومن دیگه پرکو بزن دومن دیگه پرکو بزن ابو تا بکن خیر بریم ابو تا بکن خدا حافظ خدا حافظ چی شده این دل چی شاکی شده دل شده این دل به پات پیر شده اگه بدونی ایلا کجا میری؟ بله کجا میری؟
همه تمیرم گفتم برون بخور. میگم همین معامله 1,60,000 خوشیت و بیرون کردن خوشیت و از سرا شما همین که داستان شده که قوم خیش همش تکون خورد آخه اولا این مسلمون ها بدیم یا اون پس بیار خوشیق و خسوربری خور بیار به سرا خو بیار اگر زقیقه داد بالا هم البته ما زمان بقاله. البته اونا زمان بقال بدن پولا خور بعد ما داده گفته پولا اینا پولا بخواه یه خلیجی که یه خلیجی کردین خلاص شده. حالا کار مثل پیار خو نمیگی که میراث داده. پیار تو گونار میراث داره. و میراث داده دیگه پس خیرات داده زکاته. زن برار عباس چی؟ یه دختر خوشیتو نیه؟ باشه. برادر بده شوهر کنن خوشیمه. یا خسوری به من بگیره. شاید اگه شوهرم بکنه بگه پیشکش خوبه ده به من. نه. برای شوهر کنه غلام مستقل غلام و زن خود جمع کنه. تو که خوشی تو بود مثل مادر تو بود جمع نکردی با اون مرتکب او شوهر بودی پیداش جمع میکنه. گیلک از 33 دندون یک دندون به سر خوشی تو نیه. ایه بابا که ما شماره کردم پریر 5 تا بود. او خیلی بود 5 تا دندون داره. دندون به سر خود نداره اون کی مایه؟ هزار پا افتاده بگذار هم رنگ هست کاتا ها که چی بگم همی دربه زدن دیگه تو پیار تو میگم یک چیزی ما تو بگو غلام ری کردم که حال جا خور یا به درس را شما بندازه یا درس را شما به کیفت خو کنه ببره به علوی کنه گردن همه بند باشه اونجا غلام بزنه که تنه و اتار باشه اونی نرسه گردن تو بند باشه که یک بوجی سنگ جمع کرده که بیاره درس را و کوزه و کاسه به شما نگاه نداره گفتم فقط پیار بچه مادر در دیوال هر چی که بگید چه کار برق گیری مرچه ایش داره فقط مرچه میجیوه نیش مرچه و نیش مار یکیه بفهم به تو در و دیوال و سر و کله به شما نگاه نمیداره غلام دیونه گفتم غلام دیونی دیگه اگه دیونگی خود اثبات میکنه اثبات کن بهتر به فلک کنم مرچه چسوارکه مرچه چسوارکه میکنه نیشی تیزه خون من که خرابه خون من اگه بخورم من قم ارزی داده که مرچه های به سرگی خوش شد صحیحه خدا تو گپم خیلی هستی الان غلام که به درس را شما بیاید در و دروازه به شما نگاه نداره با ما گپم خیلی یاد درسته بیار بچه ها مفخو پول آمده بای پول آمده هیچ کس یه واسه درز برو بلده برحال پول نده ایت درس را شما ایت الخلخه بکنم منم غلام بله ببخشید کار رو خوبه سلام هست جاجوره الحمدلله شما دیگه به هوشیاری نفهمیدی به غیر خود به در دیونگی بسرو بیا تو دیونی هستی دیگه به در دیونی دیگه چی رقم بود دیگه دیونی چی رقمه یک گپ شما بگو خب بگو رو بگو معامله با شما کلا به هم خورد بیشتر چی رقم به هم خوب ابراز اگمی 1,60,000 پول آوردن خب باور کنیم همین در شما سوراخ بکنه خواست سکات حد باید بسه کنه دیگه 1,60,000 بله خوبه دیگه نگو اگه تو به تیمی جو قصه دنجم چی؟ ها؟ شما بر ما قصه ده اما مثلا اگر که بخیلی تو نگی تو رو خلفه میکنم ولی که وقت رو دست شما بسته و کامل اما بسنگ بزنو کو دست خودم آره باشم با کجا برو برو کار کرو آه کنیم 1,60,000 نمیده میگم بخوری تو بگو تو خلفه میکنم برو دیگه دست رو منایی من به شما گفتم شما شریده اگه پولا من نداریم یک شیشه به شما نمیگذارم اگه تو دست خودیم دست سلام از دیدم اوت بخوت تو بگم ما خبری کنم تو میفهمی یا نه برو دیگه یک شیشه به شما نمیگذارم من غلام بگم فهمیدی ببین دیونه من میذارم من یک تغییر کنی
باشه برو بچه خاله خور بیارو. برو کمه بیار برو. یونه سیکو تو. سنگا میزنه به دست را میزنه. اما یونه شما با ماسک کشیدی. ای غلام میشنوی؟ بگو چی میگم؟ بگه و هم واسطه دل ما تو میسیزه میفهمی یا نه؟ یک رکو کبو خوردیم هم 60,000 دیگه پاک پده بابری تو میدون دیگه پانیه چی؟ ایشتگه پایپا تو با یک ریپه کنم با چرا بشه ایت یک ریپه بالا نمیدن پیش پا تو بیافت یک ریپه بالا نمیدن یک رکو خوردیم بوده بچه ها بفهمیدی چی گفتم؟ بفهمیدم ما 60,000 دیگه ما بری تو میدون برو من همه خودم سکو چی بگه برو من همه خم بگو سکو دیگه نورولا و کجیره را نکنی به دست رامه اونا کلونا من همین که پانچه کلونا منه اندرام کلونا شد بره تو